سلام و درود، محمد ایمان هندیان هستم و اینجا چنل نقطه ویرگول. خیلی خوش اومدید به ویدیو اول ما. تو این ویدیو ما قراره در رابطه با رمان ابله فئودور داستایوفسکی صحبت کنیم، یکی از شاهکارهای ادبی. و خب این ویدیو همونطور که توی تامنیل دیدین یک مقدمه بر این رمان، یعنی خیلی خوبه برای کسایی که هنوز این رمان رو نخوندن و خب قصد دارن که رمان رو بخونن. به نظرم دیدن این ویدیو خالی از لطف نیست و میتونه یک سری مقدمات خیلی خوبی بهتون بده. البته که بعد از این ویدیو ما خب یک ویدیوی دیگه داریم در رابطه با رمان ابله که اونجا به طور تخصصی تر به ابعاد فلسفی، جامعه شناختی، روانشناختی و حتی ادبی این رمان میپردازیم. و خب توی این ویدیو ما بیشتر تلاشمون بر اینه که به قولی هم اسپویل نداشته باشیم براتون، همین که گفتم یک درک نسبی از داستان بهتون بدیم. خب به نظرم قبل از اینکه به رمان بپردازیم بهتره که به شخص خود داستایوفسکی بپردازیم. به هر حال وقتی که شما یک سری مطالب رو در رابطه با داستایوفسکی و زندگیش بدونید، خیلی بهتر میتونید آثار اون رو درک کنید و فهم دقیق تری از آثارش به دست بیارید. داستایوفسکی خب یکی از بزرگترین رمان نویسان جهانه که در قرن 18 داخل روسیه زندگی میکرد. البته که از اول داستایوفسکی رمان نویس نبود، بلکه به کارهایی مثل ترجمه آثار خارجی به زبان روسی پرداخت که خب به دلایل مالی تصمیم گرفت رمان نویسی رو شروع کنه و خب شروع رمان نویسی توأم بود با خلق آثار خیلی واقعا فاخر و ارزشمند. البته داخل زندگی داستایوفسکی باید بگیم که اتفاقات خیلی مهمی وجود داشت. به زعم من میتونیم بگیم ایستگاه‌های خیلی مهمی در زندگی داستایوفسکی وجود داره. حتی برخی از این اتفاقات زندگی داستایوفسکی رو به شدت تحت تاثیر قرار داد که الان در ادامه به بعضی از اینها میپردازیم. یکی از ایستگاه‌های مهم زندگی داستایوفسکی در سن 28 سالگی اون اتفاق افتاد، زمانی که داستایوفسکی عضو یک محفل به قولی روشنفکری شده بود و از طرف حکومت روسیه به عنوان مجرم و متهم شناخته شد و به زندان افتاد. البته زندان افتادنش انقدرام ساده نبود، بلکه حتی براش حکم اعدام بریدن و داستایوفسکی رو تا چوبه دار هم بردن تا تیربارونش کنن. اما در لحظه آخر، یعنی اون زمانی که دیگه داستایوفسکی مرگ رو در ثانیه‌های آینده زندگی خودش میدید، اومدن گفتن که آقا شما مورد عفو قرار گرفتین و قرار نیست اعدام بشین. در اصل اعدام مصنوعی شد داستایوفسکی و اون رو به سیبری تبعید کردن. این اتفاق خیلی تأثیر شگرفی بر داستایوفسکی گذاشته، به طوری که شما میتونید در بزرگترین آثار داستایوفسکی تأثیر این اتفاق رو مشاهده کنید. در رمان ابله، در رمان جنایت و مکافات، شما میتونید تأثیر این اعدام مصنوعی و البته بعدش تبعید داستایوفسکی به سیبری رو مشاهده کنید. اینکه یک انسانی مرگ رو در قدم بعدی زندگی خودش ببینه، خب به تعبیری، به تفسیری خیلی میتونه وحشتناک باشه، خیلی میتونه عذاب آور باشه و به نظرم برای هر کسی تأثیرات خیلی عمیقی میذاره. بعد از این اتفاق خب داستایوفسکی چند سالی در حال گذراندن مجازات بود، البته در داخل سیبری نه، به دلیل بیماری صرعی که داستایوفسکی داشت اون رو از خدمت توی سیبری معاف کردن و در ارتش یه حالت سربازطوری داشت. و بعد از اون خب داستایوفسکی آزاد میشه و به فعالیت خودش میپردازه. حتی بعد از فوت پدر و مادرش و رسیدن ارث به اون، همه ارثا رو به باد داد و چیزی از این پولا باقی نموند. خب داستایوفسکی در سال 1866 یه بدهی خیلی زیادی بالا میاره و به نوعی در معرض یک زندان قرار میگیره و برای اینکه بتونه اون پول رو پس بده یه مدت زمان خیلی کمی در اختیار داره، حدود 26 روز. در این 26 روز داستایوفسکی تصمیم به نوشتن رمان قمارباز میکنه. البته خیلی‌ها میگن که طرح رمان قمارباز قبل از این تو ذهن داستایوفسکی بوده، اما خب اینجاست که تصمیم میگیره بنویستش و برای نوشتن این رمان تصمیم میگیره فردی به نام آنا گریگورینا رو استخدام کنه که فردی تندنویس بوده. خب این دو با همدیگه رمان رو مینویسن و به اتمام میرسونن. حتی گفته شده چند روز قبل از موعد 26 روزه و بعد از اون هم بلافاصله تصمیم به تکمیل رمان جنایت و مکافات رو میگیرن و با همدیگه این رمان رو تموم میکنن. 2 سال بعد از این آشنایی داستایوفسکی با آنا ازدواج میکنه. البته باید بگم که داستایوفسکی قبلا هم با یک بیوه زن ازدواج کرده بود که خب چند سال قبل این زن فوت میکنه و داستایوفسکی
خب مجرد میمونه و با این خانم بیوه‌زن هم در داخل سیبری آشنا شده بودن و خب ازدواج کرده بودن. اما آنا ظاهراً با همسر قبلی داستایوفسکی یه سری تفاوت‌های ریز و اساسی داشت. خب احتمالاً بیشتر داستایوفسکی رو درک می‌کرده و باعث شده که داستایوفسکی به یک رشد خیلی زیادی برسه، خیلی رشد کنه، خیلی پیشرفت کنه. حتی می‌بینیم خیلی از آثار شاهکار داستایوفسکی بعد از آشناییش با آنا نوشته شده. ابله، برادران کارامازوف. و خب این ازدواج خیلی تاثیر میذاره روی داستایوفسکی. بعد از ازدواج هم این دوتا تصمیم میگیرن به دلایلی که اشاره میکنم از روسیه به سمت اروپا برن و خب چند سالی هم در کشورهای اروپایی سیر میکردن. دلیل‌هایی هم که برای این مسافرت یا بهتر بگیم شبه مهاجرت گفته شده 3 تا دلیل عمده است. یک دلیل اینه که برای ماه عسل رفتن، یک دلیل این هستش که برای گشت و گذار و دیدن اروپا و اعتیاد داستایوفسکی به قمار و خب رفتن به اونجا برای قمار کردن اینها رفتن، و دلیل سوم که به نظرم اصلی ترین دلیله، اینها رفتن اروپا برای فرار از طلبکارا که خب طلبکارا دستشون به این دوتا نرسه. این سفر اروپایی هم تاثیرات خیلی زیادی روی داستایوفسکی گذاشت. دقیقاً رمان ابله در این سفر نوشته شد. داستایوفسکی در این سفر تجربیات خیلی زیادی به دست آورد. حتی گفته شده یکی از اصلی ترین دلایل تصمیم داستایوفسکی برای نوشتن رمان ابله مشاهده یک تابلوی نقاشی در یکی از موزه‌های آلمان هستش. تابلویی به نام بدن بیجان مسیح اثر هانس هولباین. حتی آنا هم در رابطه با این مطلب چیزی نوشته در خاطرات خودش که وقتی که داستایوفسکی با این تابلو روبرو شد واسه چند دقیقه مات و مبهوت بهش نگاه می‌کرد و بعد یک جمله گفت که این تابلو میتونه ایمان هر کسی رو متزلزل کنه، که دقیقاً همین مسئله و تأثیرش روی داستایوفسکی رو شما میتونید در رمان ابله و برادران کارامازوف ببینید که حالا من اینجا اسپویل نمی‌کنم دیگه تو چه موقعیتی دیده شده یا کجا دیده شده، خودتون بخونید متوجه میشید. خب داستایوفسکی در طول این سفر تصمیم میگیره رمان ابله رو بنویسه. شروع میکنه به نوشتن رمان ابله و اون رو برخلاف آثار قبلی و آثار بعدیش به طور یکپارچه منتشر نمیکنه، بلکه تیکه تیکه منتشر میکنه. یکی از دلایلی هم که خب خود داستایوفسکی هم رمان ابله خیلی چنگی به دلش نزد همین مسائل بود. یکی این که خب به طور یکپارچه پخش شد و دو این که داستایوفسکی میگه کاش این رمان رو من داخل روسیه مینوشتم و خب از این مسئله خیلی خودش راضی نبوده. اما بریم سراغ خود داستان ابله، یک رمانی که به نظر من واقعا شاهکاره، هرچند در بین آثار داستایوفسکی برخی نقدهای اساسی بهش وارد کردن و گفتن overrated یا زیاد از حد بزرگنمایی شده و حتی خود داستایوفسکی هم در رابطه باهاش خب اینجوری گفته که خدمتتون عرض کردم خیلی دوستش نداره ظاهرا. اما باز در بین رمان‌هایی که خود من خوندم به نظرم رمان ابله یکی از رمان‌های خیلی بزرگ میتونه باشه که البته هست بعد از گذشت چندین دهه باز این رمان در صدر رمان‌هایی هستش که مردم بهش علاقه دارن و اون رو مطالعه میکنن. رمان ابله در رابطه با فردی به نام پرنس میشیکین هست. پرنس میشیکین تنها باقی مانده از یک خانواده اشرافیه که خب البته ورشکست شدن. در ابتدای داستان ما با میشکین آشنا میشیم. فردیه که دارای بیماری‌های روانی صرع داره و برای درمان و معالجه خودش به سوئیس رفته و اونجا تحت درمان قرار گرفته برای چندین سال و حالا داره برمیگرده به زادگاه خودش یعنی روسیه. خب پرنس میشکین در راهی که داره برمیگرده در کوپه قطار قرار میگیره و از همون ابتدا که با افراد صحبت میکنه و همون شاید بهتون بگم 50 صفحه یا 100 صفحه اول متوجه میشه که چقدر جامعه روسیه عوض شده. حتی خودش با تعجب میگه من متعجبم که چطوری الان دارم روسی صحبت میکنم. اینقدر از جامعه روسیه فاصله گرفته بود و جامعه روسیه در طی این سالهایی که در اینجا حضور نداشته تغییر کرده. خب بپردازیم به شخصیت خود پرنس میشکین. اصلا چرا اسم این رمان ابله؟ احتمالاً الان یه حدسایی میزنید. درسته، ابله لقب پرنس میشکین هست که افراد خیلی زیادی در داخل داستان بهش اشاره میکنن. افرادی که شاید حتی دوست خود پرنس میشکین باشن اما گاهی به اون ابله بگن. اما به نظرم این صفت رو خیلی هم ساده نباید برای پرنس میشکین به کار برد. خب به هر حال ابله تفاسیر متفاوتی میتونه داشته باشه، اما اون چیزی که تو ذهن ما متبادر میشه یک چیزه: احمق، لوده یا کلماتی از این قبیل.
اما آیا واقعا پرنس میشکین همچین شخصیتی بوده؟ برای فهم این مسئله باید ما از یک نگاه کلی استفاده کنیم، یعنی از متن داستان فاصله بگیریم و از دور به شخصیت ها نگاه کنیم. وقتی که شما رمان ابله رو میخونی متوجه یک سری مسائل میشی. مسائلی مثل این که خب ارزش های مدرن جای ارزش ها و سنت های قدیمی رو گرفته. در جامعه‌ای که داستایوفسکی داره برای ما اون رو به تصویر میکشه و با کلمات داره وصفش میکنه، اخلاق، دین و اینجور مسائل جایگاه چندانی ندارن. اکثر شخصیت‌های داستان خب کلا نگاهشون مادیه، همه چیز رو با پول، با قدرت، با جایگاه، با لذت دارن مقایسه میکنن، حتی امر مقدسی مثل عشق رو. خب اینجاست که ما متوجه میشیم چرا ممکنه افراد به یک شخصیت بگن ابله. پرنس میشکین شدیداً شخصیتی داره اخلاقی، شدیداً شخصیت ساده‌ای داره. شاید بگیم همه چیز رو به خاطر ذات اون چیز میخواد، عشق رو برای عشق میخواد، محبت رو برای محبت میخواد، عشق رو برای جایگاه نمیخواد، برای پول نمیخواد، برای لذت جنسی نمیخواد، نه، عشق رو برای عشق میخواد. اگر به زنی علاقه پیدا کنه اون زن رو برای خودش میخواد، نه برای چیز دیگه‌اش، نه برای مالش، نه برای جایگاهش. اما خب خیلی از شخصیت‌ها در داخل این داستان هستن که همچین نگاهی ندارن. حتی پرنس میشکین یک پولی بهش میرسه و خب رفتار عجیبی با اون پول داره و همین مثلا باعث میشه بهش بگن ابله. در داخل داستان و رمان ابله ما چند تا شخصیت محوری دیگه هم داریم، شخصیت‌هایی که به تعبیر من هویت‌زا هستن در داخل داستان. اگر که ما بخوایم خب شخصیت‌های رمان ابله رو از داخل داستان بیرون بکشیم، ما شاهد تعداد بسیار زیادی از شخصیت‌ها هستیم. کلاً داستایوفسکی و آثارش به این مسئله معروفه و خب رمان ابله به نظرم در حد اعلای خودشه، انقدر که ما شخصیت داریم. اما من میتونم 4 تا شخصیت اصلی رو جدا کنم. خب یکیش که پرنس میشکین بود، ما به نوعی بهش اشاره کردیم. برخی پرنس میشکین رو حتی به اون انسانی که در داخل غار افلاطونه تشبیه میکنن یا زرتشت نیچه که خب بهش پرداختیم دیگه، بیشتر از این فکر نمی‌کنم تو این ویدیو وقت بشه و لازم باشه. اما 3 تا شخصیت دیگه ایمونه. اولین شخصیت زنیه به نام ناستازیا. ناستازیا یکی از مهمترین و محوری‌ترین شخصیت‌های داستانه که از همون ابتدای داستان هم ما اسمش رو میشنویم. ناستازیا شخصیت بسیار پیچیده‌ای داره، عواطف خیلی حساس و آسیب دیده‌ای داره، کلاً روح آسیب خورده‌ای داره. از بچگی تا به الان مردم بهش نگاه عجیبی دارن و یک سری طوفان‌ها، یک سری تنش‌های خیلی اساسی در داخل روح و روان ناستازیا در جریانه. که خب میگم اینها رو مجبورم به طور خلاصه بیان کنم که اون اسپویل حفظ بشه. شخصیت بعدی آگیلایاست. اگر من بخوام آگیلایا رو در چند کلمه محدود توصیف کنم، باید بگم آگیلایا نماد یک انسان نرمال در جامعه است، نماد یک انسان استاندارد در اون جامعه، یک انسانی که بر اساس نرم‌ها تربیت شده، بزرگ شده و الان به یک جایی رسید، کاملا در استاندارد دیگه. یعنی حتی خود آگیلایا هم جزو اون اشخاصیه که پرنس میشکین رو ابله مینامه، چرا که درک نمیکنه پرنس میشکین فازش چیه، اصلا داره چیکار میکنه. اما شخصیت بعدی فردیه به نام رگوژین. رگوژین یکی از اون شخصیت‌های اساسی و محوری داستانه که اشاره‌ام کردم، اما به نظرم این شخصیت شاید اهمیتش از اون 2 تا خانومی که قبلا بهشون اشاره کردیم، یعنی ناستازیا و آگیلایا، بیشتر باشه. فکر می‌کنم اگر ما بخوایم در رابطه با رگوژین صحبت کنیم، باید ساعت‌ها به تحلیل شخصیتش بپردازیم، به تحلیل کنش‌ها، عملکردش. اما خب اینجا نه وقتش میشه، نه اسپویل نکردن به ما اجازه این مسئله رو میده. رگوژین فردیه که خب نمیدونم، شاید بتونیم بگیم در تضاد کامل قرار میگیره با پرنس میشکین. که خب وقتی شما داستان رو مطالعه کنید بدون شک متوجه میشین چه شخصیتی داره، چه نقشی داره و چه جایگاهی. خیلی ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودین. واقعا ازتون ممنون میشم اگر که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای بقیه دوستاتون بفرستین. همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی که منتشر شد شما اولین نفری باشین که خبردار میشه. اطلاعات لازم رو در رابطه با رمان ابله داخل کپشن گذاشتم، اینکه چطور میتونید سفارش بدین، قیمتش به چه شکله و اطلاعات دیگه که خب احتمالاً لازمتون بشه موقع خرید کتاب. خیلی ممنون ازتون. خدا نگهدار.